یه حقیقت خیلی خیلی مهم که اگه درکش بکنی میتونی زندگیتو نجات بدی. امروز میخوام بیام و در مورد تفکر همه یا هیچ صحبت بکنم، یا تفکر 0 و 1، که به این صورته که توی ذهنمون ما اینطوری که یا برنده ایم یا بازنده. و یه چیزی که وجود داره برای موفقیت آدم‌های موفق این نیست که اونا همیشه برندن، این نیست که همیشه خیلی انرژی بالایی دارن و حالشون خوبه و دارن یه کاری انجام میدن. از اینه که اونا وقتی که از مسیر خارج میشن از خودشون فکر نمی‌کنن شکست خوردن، میگن فقط من از این مسیر خارج شدم و سریع دوباره به مسیر برمیگردن. فقط فکر نمی‌کنی که تو یه روز از برنامه عقب افتادی و میتونی رو جبران بکنی. حتی اگه هم جبران نکنی تو فقط یه روز از برنامه عقب افتادی، ولی کاری که بیشتر ماها می‌کنیم اینه که به جای اون یه روز، یه هفته، یک ماه زمان خودمون از دست میدیم و با یک عالمه حس عدم عزت نفس نسبت به اون کار دوباره ما برمیگردیم سر اون کار. ذهنیت همه یا هیچ اصلی قضیهش اینه تو شروع کن، ناقص شروع کن. اگه از مسیر افتادی بیرون برگرد. هدف این نیست که همیشه موفق باشی، هدف نیست که همیشه صد باشی. مهمترین هدف اینه که اگر از مسیر خارج شدی دوباره برگردی. به خاطر همین من اولین ویدیومو با این موضوع ساختم، چون من خودم خیلی خیلی درگیر تفکر همه یا هیچم و از بچگی خیلی خیلی روی این موضوع کار کردم و یه چیزی که میدونم اینه که شاید خیلی خیلی من تاوان این قضیه رو پیش خودم دادم و گفتم که بذار اولین ویدیوی یوتیوبم در مورد همین موضوع باشه. من برای ساخت اولین ویدیوی یوتیوبم نزدیک فکر میکنم 4-5 ماه دارم برنامه‌ریزی میکنم که باید چه محتوایی باشه، نور چه شکلی باشه، تصویر چطور باشه، صدا چطور باشه، آموزش کپکات ببینم، ویدیو ادیت حرفه‌ای، همه این. و حتی چند باری هم ویدیو گرفتم ولی اینطوری بودم که نه این خیلی خوب نیست، این موضوع جذابیت نداره، نور خوب نیست، صدا خوب نیست، این موضوع که همه کاور کردن. ولی پیش خودم گفتم که خب باید شروع بکن. من هدفم اینه که توی این مسیر رشد پیدا بکنم و یه سری دوستای خوبی داشته باشم که با هم توی این مسیر حرکت بکنیم، که من اونا رو راهنمایی بکنم، اونا با کامنتاشون منو راهنمایی بکنن و یک مسیر رو با هم بریم جلو. دیدم که من هدفم این نیست که ادیت حرفه‌ای کار بشم یا هر چیزی. من هدفم اینه که یه خانواده کوچیک برای خودم بسازم. هدفم اینه که اون مسیر رشد و توسعه‌ای که دارم مطالعه می‌کنم و با بقیه به اشتراک بذارم که هم به خودم کمک بکنم، هم به یه سری دوست دیگه و هم اونا به من کمک بکنن. به خاطر همین تصمیم گرفتم بدون هیچ سختی، بدون ادیت خیلی خفن، بدون هر چیز اولین ویدیومو بگیرم و اینجوری شد که دیشب بارون اومد. به خودم گفتم صبح فردا بلند میشی، موبایلتو برمی‌داری میری کار و اولین ویدیوتو میگیری بدون کمالگرایی و این شد که این شد اولین ویدیو من. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و دوست دارم که شما برام بنویسین که شما توی چه موضوعاتی درگیر تفکر همه یا هیچید و خیلی خیلی خوشحال میشم که منو سابسکرایب بکنین و لایک بکنین. ویدیوی بعدی میخوام در مورد نقشه راه دهه جدید زندگی باهاتون صحبت بکنم. من اخیراً وارد 30 سالگی شدم و
فکر میکنم که برای خودم خیلی مسیر جذاب نقشه‌ای که کشیدم خیلی خیلی جذاب بود و خوشحال میشم که با شما به اشتراک بذارم و چه اونایی که وارد دهه جدیدی از زندگیشون میشن، چه اونایی که میخوان برنامه‌ریزی بکنن برای سال جدید همراه من باشن. تا ویدیوی بعدی بدرود، میبینمتون. خدافظ.